وقتی در مقابل یه محرک یا موقعیت خاص قرار میگیریم معمولاً به دو حالت عکس العمل نشون میدیم. یعنی یا واکنش نشون میدیم و یا پاسخ میدیم و این دوتا اصلاً به یک معنی نیستن و با هم کلی فرق دارن. در روانشناسی واکنش نشون دادن حرکتیه بدون حضور آگاهی یا سطح آگاهی خیلی پایین که فرد بیشتر احساسی، فوری و کنترل نشده عمل میکنه و معمولاً با ترس و خشم و خوشحالی همراهه و بعد از اون طرف از عملکردش راضی نیست یا پشیمون میشه یا هزار فکر دیگه در رابطه با واکنشی که انجام داده آزارش میده. ولی پاسخ یا ریسپانس یعنی ارائه یه جواب یا عکس‌العمل به یه سوال یا موقعیت که کاملا آگاهانه است و روش زمان صرف شده، تفکر و تحلیل بیشتری انجام شده تا جواب درست پیدا بشه و فرد بعد از جواب یا پاسخ دادن اصلاً حس پشیمونی یا نارضایتی نمیکنه. از نظر من سکوت کردن تو موقعیت‌های مختلف کار بسیار سختیه. از نظر شما آیا سکوت کردن واکنش به حساب میاد یا پاسخ؟